سلام به همه همسفرهای همیشگی موشکا. آقا این روزا عظما با صورت چپ شده تو منقل نامبارک. سوزش قدنامه و احمد شهید و پارلمان اروپا یه طرف، سوزش سیلی افشای ابوطالبی یه طرف. ببین کار به کجا رسیده که ابوطالبی هم واسه صیدلی زهر خورده تبدیل به بحران شده. فقط حمید ابوطالبی. این آخرین حرف وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به مخالفت آمریکا با حضور نماینده ایران در سازمان ملل است. زرشک، بی ابوطالبی هرگز، با ابوطالبی اصلا فکرشم نکن. مثلا میخوان بگن قاطعیت نظام خش بر نمیداره. این که شنیدی ژست تیویریش بود، اینم فیگور افخم الملوک. از نظر ما سفیرمون معرفی شده و برای کارهای اون اقدامات اداری انجام شده. افخم الملوک، چشم بسته قید گفتی. خب عمه جان منم که میدونه سفیر رو معین کردی. ریل اداری هم که نوبر نیست. جواز کفن و دفن مرحوم ابوی دکتر بزن بهادرم ریل اداریشو طی کرده. این که نشد موضع‌گیری قاطع، یه موضع مقتدرانه بگیر لااقل. ما اعتقاد داریم آمریکایی ها این اقدام رو به این جهت انجام دادن که چون جمهوری اسلامی ایران مقتدر با استدلال و منطق وارد مذاکرات شد، هم حق هسته‌ای خودش رو حفظ کرد، هم خطوط قرمز نظام رو رعایت کرد. راست میگه. از زانوهای خونی و چش و چال کبود صیدلی که بگذاریم، زهرخوریش خیلی مقتدرانه بود. از اون مقتدرانه تر توصیه جماعت جام زهریه که از ترس چپ شدن میز میگن ابوطالبی رو بیخیال شو. ابوطالبی استعفا دهد تا این قائل خاتمه یابد. اگه تیغ‌کشای عظما این حرفا رو بشنون، رگ گردنشون مثل شیلنگ باغچه ما میزنه بیرون. اینجوری اینکه به دولت توصیه شود حتی از معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل به خاطر مخالفت آمریکا اصرار نکند و کوتاه بیاید، مقاومت در برابر زیاده خواهی و زورگویی های آمریکا نیست، وادادگی سیاسی است. آقا مسئلتون حالا تو این هیرو بیری وسط این بکشا بعد از تو دهنی که عظما خورده داستان مذاکرات چی میشه؟ عظما بازم زهر رو میخوره یا میز چپ میکنه؟ آقا جواب سوال ما رو کی میده؟ جان سفیر آمریکا تو سازمان ملل به حق چیزایی نشنیده؟ مذاکرات راجع به برنامه اتمی ایران با وجود تصمیم واشنگتن در بلوکه کردن ورود سفیر جدید ایران به نهاد جهانی سازمان ملل بلا وقفه ادامه دارد. عجب توسری محکمی بود. شیخ بری اینو باید به حساب همونی بنویسی که سیلی ابوطالبی رو تو بناگوش تو و علی باپور نباخت. دستش در نکنه عزی، کار تمومه، این سرنوشته. موشکا